طبق نقشه وخوری گروه کاری فدراسیای فوتبال تاجیکستان عبارت از نایبان پرزیدنت فدراسیای فوتبال کشور алишер урунов و سایولی دونیورزاده، اینچنین دیرکتور گنرالی لیگ فوتبال تاجیکستان سوپان شودیف با رئیس مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت میرزا اسماعیلزاده صورت گرفت. در هفته وخوری از جریان اجرای سریوقتی دستور و سپارش‌های پروتکل ملاقات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی با مسئولان ساحه فوتبال مملکت در 3 فوریه سال 2025 معلومات داخلدار پیشنهاد کرده شد. ضمن وخوری با نمایندگان فدراسیای فوتبال تاجیکستان رئیس شهر وحدت تاکید نمود که تمام کوشش و امکانیت‌های موجوده را بهر رشد فوتبال در سطح محلی و رسیدن به نتیجه‌های بلند از جانب دسته وحدت شهر وحدت روانه کرده ایستادند. در این زمینه برای آماده کردن ورزشگاه مرکزی شهر یک قطار از کارهای ساختمانی و از نوسازی در مرحله فعال قرار دارد. از جمله تعمیر میدان بازی، بهتر کردن شرایط اجرای لباسپوشی، حمام‌ها و سیستم روشندهی در نظر است. ما با آینده فوتبال در وحدت با باوری کامل می‌نگریم و برای دسترسی جوانان با این ورزش دوست داشته‌ترین تمام شرایط‌ها را مهیا خواهیم کرد، افزود او. پس از شناسایی از رفت کارهای انجام داده در ورزشگاه مرکزی شهر وحدت که دارای 25,000 جای نشست میباشد، اطلاع داده شد که روزهای نزدیک سبزه نو میدان ورزشگاه کاشته و سیستم روشنایی‌دهی آن از نوسازی اینچنین نمولوهای معاصر الکترونی نصب کرده می شود. مسئولین ذکر نمودند که تعمیر بناهای علاوگی ورزشگاه از جمله اتاق مطبوعاتی و دیگر انشاءات انفراساختاری نیز به نقشه گرفته شده است. با انجام این کارها ورزشگاه به یکی از میدانهای معاصر در کشور مبدل خواهد شد. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت در جریان بازدید اظهار داشتند که تمام این اقدامها در سمت اجرای سیاست دولتی رشد ورزش و ترغیب طرز حیات سالم میان ساکنان شهر علل خصوص نورسان و جوانان عملی شده ایستاده است. آنها تلاش دارند که سهم شهر وحدت را در رشد فوتبال در مقیاس جمهوری بیشتر نمایند.